استراتژی رو من خودم خیلی کیف میکنم. وقتی یه اسپایکی داری بازارت شروع میکنه به یک رنج زدن، اگر همجهت با اسپایکت سایه‌ای به وجود اومد بالاتر از پیوت های قبلی بدون بازارتون میل به ریزش داد. ببین ریخت. کجا سل بگیری؟ زیر این کف تو میتونی وارد معامله سلت بشی. استاپ تو 50% این رنج قرار. در ادامه نگاه کن، مگر اینجا یه اسپایک قوی نداری؟ مگر غیر از اینه که بازار تو شروع کرده به رنج زدن، سایه‌ای پایینتر از سایه قبل شکل گرفته و به محض شکست این سقف تو میتونی وارد پوزیشن بای بشی، استاپ تو زیر 50% قرار میدی. دوباره مگر اینجا اسپایک شما نیست؟ مگر اینجا استراحت ما نیستش؟ سایه‌ای پایینتر از قبل به وجود اومد، بالاش میتونی وارد پوزیشن بای بشی، استاپ تو 50% بذاری. چه نکته‌ای رو باید خیلی دقت بکنی؟ یک، بعد از اسپایکت یه رنج داشته باشی. دو، سایه‌ای به وجود بیاد پایینتر از کف قبلیش که نشان دهنده جمع شدن اوردر شما باشه. هر روز تلاش دارم میکنم استوری های آموزشی و معاملات لایو بذارم، پست های آموزشی بذارم. همراه من باش، اتفاقات خیلی خوبی میفته.